میدونی برای چی اینجایی؟ خودم نمیدونم پاچه کنیم دقیقا نمیدونم قولون بهشون خودت چی حدس میزنی؟ اگه بحث اینقدر درباره طرز خدمت و نحوه خدمت و ایناست. احساس میکنم نگرانی. حالا استرس گرفتم. استرس چی؟ نفس عمیق بکش. یه خبر مهم میخوام بهت بدم و اونم این که ما قرار میزبان یک مهمان ویژه بشیم پادگان. اونم برای اولین باره. قراره شما جلوی ایشون حرف بزنی. اکرام نظامی رو میذاری، خودتو معرفی میکنی، ببینم چیکار میکنی. خب احسن. بسم الله الرحمن الرحیم. بلندتر. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اوکی باش. مثل که دوام میاد. شما هیچ تکونی نمیخوری. صاف خبردار وایساد. سلام پسر مامان عشق مامان سرباز مامان خوشی شد بهت بگم چقدر صدا تو دوست دارم چقدر